محمدجان حبیب‌اللهیف سرمربی دسته استرافشان شهری استرافشان بوستون محسوب می شود و او با دسته استرافشان در تلاشان است تا نتیجه خوب را نشان بدهد. ارسال با داخل جریمه گاه ضربه زده می شود. فرصت خیلی خوب گلزنی و امکانیت بهترین بود ولی توپ به دروازه وارد نشد. بسیار حالت خوب را به عمل آوردن فوتبالبازان شهری استرافشان. متوجه شوید بار دیگر که سراول توانست ضربه زند جهانگیر سفرов و اصلا پرتاب کرد بعدن الهام هم به توپ رسید ولی فرصت مذکور به نتیجه به انجام رسید. پرتافت نباید امکانیت است برای دوام دادن هجوم از کنار راتبه کریمov قرار دارد. پرتافت خود را انجام می‌دهد به داخل جریمه‌گاه. حمله ادامه خواهد یافت از پا می‌افتد فوتبالباز دسته استرافشان و نصرالله کبیرov به نقطه ضربه 11 متره اشاره می‌کند. جهانگیر سفرov توانست پنالتی کار کند. قاعده بازی را شیخ یاسین الله رحمان ویران کرده است. دروازه فرامون سیدوف را رخ نمی‌گرداند. دختران دسته به جهانگیر ارگشف کمک می‌رسانند. جهانگیر از میدان بیرون می‌شود تا به کمک برسانند. و اینجا بار دیگر به اون حالت متوجه می‌شویم که از پا افتاد. پای خود را گذاشت اصلا. ضربه بسیار قوی داد ایلان برادوف اینجا میتواند از ضربه قوی استفاده کند ولی او با دقیقیت بلند توپ را به دروازه وارد میکند و حساب بازی اکنون 0-1 میشود. دوستان ارجمند با سودی فوتبالبازان دسته استرافشان شهر استرافشان که اونها از استرافشان به شهر ایسار آمدند پیش صف میشوند. فوتبالبازان تیم استرافشان بوستون دوشنبه جهتی برابر کردن حساب فرامور سیدوف به کنج دیگر جهید و ضربه اعلام باشد کلان به طرف دیگر روان شد. نیمه اول با صداشتگ دوور به اتمام میرسد. دوستان ارجمند قسم اول رقابت با حساب 0-1 به انجام میرسد. یگانه گل را در نیمه اول الهام براتوف در دقیقه دوم زمگردیده به ثمر رساند و حساب بازی 0-1 در ورزشگاه مرکز شهر ایسار. شما را انتظاریم. نیمه دوم باز جالبتر خواهد شد. از نزد کرانه خویش دور نروید. شما را انتظاریم. در حیات دسته دوشنبه البته تغییرات به میان آورده می شود. بینندگان ارجمند اینجا مشاهده میکنیم که اکنون فوتبالبازان دسته دوشنبه می توانند هجوم خود را بازم خوبتر قاعده بازی را اورز غیروف اینجا ویران کرد. و میبینیم که از پا دیلوور کوزیف در زده شد. حمله نوبتی دسته دوشنبه ارسال لیگانیر دسته به داخل جریمه‌گاه ضربه زده میشود. اینجا اورز غیروف بسیار امکانیت خوب داشت با ضربه زد بعد از پرتافت مموری امیر منش ولی ضربه زده فوتبالباز مذکور از جانب دروازه‌بان شهزاد شمس‌الدینوف برطرف شد. جریمه‌گاه فوتبالبازان استرافشان هجوم ادامه دارد. ارسال نوبتی وضعیت خوفناک ضربه و گل! لیگانیر دسته گل خیلی زیبا را به ثمر میرساند. امیر منش مموری توجه کنید بار دیگر که چگونه او توپ را سراول قبول کرد و رقیب را خیلی زیبا فریب داد. پرتافت الشیر ارگشف را استفاده کرد و توانست توپ را به دروازه وارد کند. بازی خود را در شهر استرافشان برگزار کرد و غلبه نمود با حساب 1-0 به انجام رسید. الهام براتوف ضربه و این با اون طور ضربه نبود که خود الهام و مخلصان دسته استرافشان میخواستند. الهام اصلا چنین حالتها میتواند ضربات قوی‌تر هم بزند. جهانگیر سفرov بسیار پرتاب خوب انجام داد. جهانگیر سفرov الهام پرتافت با کنار حمله دسته استرافشان
партофт ба дохили ҷаримагоҳ. ҷаҳонгир Сафаров тӯбро мегирад, як нахабро фиреб медад, имконият аст, зарба ва бояд ба таври дигар зарбаро анҷом медод. бисёрам хуб бозӣ кард то ба ҳамин дам, вале ана ҳамин зарбае ки зад Шамсуддинов аз мавқеи худ пештар баромад. Иззатулло Рӯзиев корти зард мегирад ва довар Насрулло Кабиров дӯстони аржманд садоштаги хешро баланд мегардонад. бозӣ бо натиҷаи мусови 1-1 ба итмом мерасад. Гулрӯз Худоназарзода ин бозиро ба шумо тамошо кардам. То бозии навбати бо шумо хайр хуш мекунам. Хайр, тансият ва хона обод бошед.